به نام دانای هر ضمیر و سرمایه هر فقیر و درود بی پایان بروان رحمت عالمیان، آل بیت، یاران با وفا و اولیای امتش. دوستان عزیز بزرگواران ششتن، اول خو شکرانگی پروردگار را ادا میکنیم که در محیط هجرت، در غربت، در اینطور یک ملک، در اینطور یک سن و سال، اینطور یک جوان پیشگام میشه و یک عرس یک ولی کرام در اینطور یک مکانی که مکان متبرک میشه میگیره. ما خدمت دوستان عزیز خود زیاد پر حرفی را خوش ندارم، چرا حضرت شمس مرشد حضرت مولانا میگه که گفتن جان کندن و شدیدن جان پروردن است. امشب ما آمدیم که کلام حضرت ابوالمانی را با موسیقی مقبول و با ساز و با طرب بشنویم و جشن وصال حضرت ابوالمانی رو بگیریم. دوستان عزیز ما برای بعضی بسیار دوستا سوال پیدا شده که این عرس چی است خودش؟ چرا عرس میگیرن؟ عرس کلمه اردو تنها در هندوستان و جسد پاکستان اینطور نیست. عرس کلمه عربی است، عروسی است، شادی است. اولیاء کرام سالگرد رحلت و در گذشتشان جشن میگیرن. چرا جشن میگیرن؟ چرا تولدش جشن نمیگیرن؟ مرگش چرا جشن میگیرن؟ به خاطری که عرفای کرام مرگ خود جشن وصال خود میگن. حضرت امام العارفین حکیم الهی ثنایی غزنوی رحمت الله علیه میگه در جهانی که عقل و ایمان است، در جهانی که عقل و ایمان است، مردن جسم زادن جان است. یا کسایی است که میخواین که رحلتشان جشن گرفته شود، نه تولدشان. اولیای خدا و یک گپ نگفتنه مانه که غیر اولیای خدا، هر مومن، هر انسان نظر به نص صریح کلام الله مجید با ملاقات الهی میرسن. سوره کهف شریف آیه آخر میگه اگر شما آرزو دارین که پروردگار ملاقات بکنین، فقط یک شرک نبیارین و عمل نیکو بکنین و ملاقات الهی برسین. این مردای خدا با ملاقات الهی رسیدن، درجه براند قطبیت و غوثیت داشتن. افتخار است که سالها و قرنها بعد از رحلتشان عرس مبارکشان هم در سرزمین مقدس افغانستان و هم در بیرون از افغانستان در اکثر کشورها وطندارای و دوستای عزیز ما که اهل دل و اهل حق و اهل عرفان هستند، عرس حضرت ابوالمانی بدل که امام تفکر است میگیرند. عرس دیگه اولیاء کرام همینطور گرفته میشه. عرس شاه اولیاء حضرت علی مولا، از حضرت مولانا سپس همه بزرگوارا میگیرن. ما زیاد پر حرفی نمیکنم و در مورد حضرت بدل خود به خاطر گپ نمیدارم که کلامش از صویب بالاست، هم نثرش هم نظمش. فقط یک مصرع از خودشم میگم که هر شگر باشم زمین یا آسمان بدلم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الهی بروی حبیب نازنینت حضرت سرور و سردار عالم و برکت آل بیتش، صحابه، یاران با صفا و برکت اولیای امتش و برکت کسی که امروز در جشن وصال شرکت کردیم ما، حضرت پدر معنا امام تفکر مرزا عبدالقادر بدل رحمت الله تعالی علیه، همه ما شما رو به پناه اسمت خود از بلاهای زمینی و آسمانی حفظ بکنه. وطن ما را وطن بسازه که همه ما شما به خوبی و خوشی داود و مدینه الاولیا برگردیم و زندگی کنیم و همین عرس مبارک ها را دموجه بگیریم و خداوند بی‌نیاز به مایان جان بیزاد که در این سن سال بیخی جوانی و در اینطور یک ملک که اینجا دیگه مسئله معنویت و توحید و گپا در ضربی نگدیده شود. ما در دو سالی که ما اینجا آمدیم عرس حضرت خواجه صاحب غریب نواز، عرس حضرت ابوالمانی بدل میلاد شریف تحلیل کرد. خداوند توفیق رفیق همیشگیش بسازن، پشت و پناهش باشه، با علم و به جوانیش برکت. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه نور عرش محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمته.